یه نوشیدنی درست کنیم مفت اومد مجانی. خب اینا که میدونین چیه؟ به اینا میگن اوجی به زبون مازندرانی. خب همون نعنای خودمونه. اینو میچینیم با این مقداری که من میخوام بچینم تقریبا 2 برابر این همه جام داره. یعنی تمام کوچه پس کوچه های مازندران شما برین اینو داره، این اوجیو داره. چیز گرونی هم نیست. اینو هیچ اینو چیزی. خب حالا دیگه چی میخوایم؟ آب لیمو تو خونه همتون هست. آب لیمو اوجی. حالا ادامهش رو توی خونه آماده میکنم ببینید.